سیت گرین در 48 قانون قدرت به قوانینی می‌پردازد که معتقد است برای کسب قدرت و حفظ آن ضروری است. داستان‌های تاریخی و واقعی او از مردمان قدرتمند یا افرادی که قدرتشان را از دست داده‌اند شاهدی بر مدعایش است. او در این کتاب هر یک از قوانین را به صورت جداگانه مورد بحث قرار می‌دهد. علاوه بر نقل قول‌های تاریخیش در جهت تأیید هر قانون، داستان‌های متضاد با آن قانون نیز ارائه می‌کند و سپس به نتیجه گیری از آن می‌پردازد. او همچنین عوامل کلیدی در هر قانون و آنچه آنها از نقطه نظر روانشناسی شکل می‌دهد را بررسی می‌کند. برخی از این قوانین صرفاً برای کسب قدرت نمی‌باشند، بلکه برای شناخت جویندگان قدرت است. تعدادی از این قوانین ممکن است شما را دعوت به چاپلوسی کند. توصیه می‌کنم تا از دید درست یا اشتباه به این قوانین نگاه نکنید، بلکه کاربرد هر یک را پیدا کنید. مسیری مهیج پیش رویمان قرار دارد. پس با اجازه شروع می‌کنیم. اجازه بدین افراد بالاتر از شما تو حوزه اختیارشون احساس راحتی و امنیت داشته باشن. تلاش در جهت شناساندن خود یا نشان دادن نقاط قوتتان به اونا هیچ سودی براتون نخواهد داشت. اگه این گونه عمل کنید به ضررتون خواهد شد. با ایجاد این حس راحتی در اونا تضمین میشه که هیچ کاری در جهت ناامنیشون انجام نمیدید. اگه متوجه شدید که رئیستون تو وظیفه محول شده به شما اشتباهی کرده، بهش نزدیک بشید و به اطلاعش برسونید که احتمالاً پی به خطایی بردید. بهش بگید که میدونید سرش شلوغ بوده و خواستید از مأموریتی که تموم شده به نظر می اومده مطمئن بشید. زمان سرپیچی از قانون. تو شرایطی که به یقین قدرت فرد در حال افول، پیشی گرفتن از او احتمالاً به شما قدرتی میده تا از اون جلوتر باشید. قانون دوم، هرگز بیش از اندازه به دوستان اعتماد نکنید. استفاده از دشمنان را بیاموزید. دوستان بسیار مستعد حسد ورزی‌اند. اونا با نقاط قوت و ضعف شما آشنایی دارن. از این رو در موقعیت مناسبتری برای اداره شما قرار دارن. اونا اغلب با شما احساس راحتی می کنند. بنابراین سر و کار داشتن با اونا احتمال بروز مشکل رو بیشتر خواهد کرد. در مقابل امکان اون که دشمن به شما کمک کنه بیشتر از دوسته. چون دشمنا چیزای بیشتری دارن که بخوان به شما اثبات کنن. انسانها بیشتر آماده تلافی بدی هستند تا جبران محبت. زیرا قدردانی و حق شناسی مشمول مسئولیت می شود. ولی انتقام نوعی لذت جویی است. تاسیتوس زاده 55 قبل از میلاد در گذشته 120 قبل از میلاد. بنابراین کلید قدرت توانایی قضاوت در این باره است که چه کسی میتونه منافع شما رو تو هر شرایطی حفظ کنه. دوستان رو برای روابط دوستانه حفظ کنید، اما با افراد با استعداد و شایسته کار کنید. قانون سوم، مقاصدتان را پنهان کنید. اهداف و خواسته هاتون رو با دیگران در میون نذارید. اونا احتمالاً شروع به خرابکاری، ترسوندن یا دخالت تو برنامه هاتون خواهند کرد. اغلب به شکلی ناخودآگاه این کارو میکنن. ممکنه انرژی منفی خودشونو به زندگیتون وارد و شما رو متزلزل کنن. وقتی که مقاصدتون پنهون بمونه، مثل یک راز تو شخصیتتون حفظ میشه. همچنین احترام دیگران به شما رو هم حفظ میکنه. ما اغلب به ناشناخته ها احترام میذاریم. احساس نزدیکی معمولاً حقارت به بار میاره. حقیقتاً صداقت ابزار کندیه و به جای بریدن خون‌آلود میکنه.
احتمالاً رفتار صادقانتون دیگران رو آزرده میکنه. بهتره که کلمات خودتون رو حساب شده به کار ببرید. مطلبی بهشون بگید که خوشایندشون باشه، نه اینکه حقایق خشن و تلخی رو به زبون بیارید. مهمتر این که با صحبت درباره اهدافتون خودتون رو برای اونا قابل پیش بینی و شناخته شده میکنید و دیگه امکانش وجود نداره که به شما احترام بذاره یا از شما بترسه و فردی که نتونه این احساسات رو بروز بده قدرت در اون متمرکز نخواهد شد. قانون 4: هیچگاه بیشتر از حد نیاز صحبت نکنید. مانند قانون قبلی، با زیاد صحبت کردن تو این خطر میافتید که سخنی میگید و خودتون رو بی اعتبار میکنید یا باعث میشید دیگران حس کنن شما رو شناختن. در واقع وقتی دیگران بفهمن شما کی هستید، از حالت رمزآلود خارج میشید و کمتر به شما احترام میذارن. تو موقعیتی که فرد یا گروهی از شما درباره چگونگی و چرایی اتفاقی سوال بپرسن، با اونا درباره ضرورت‌ها صحبت کنید و وارد جزئیات فکری، ترس‌ها و نگرانی‌هاتون و مسائل دیگه نشید. به پرسش‌هاشون پاسخی ساده با کمترین کلمات بدید. عدم استفاده از قانون. تو وضعیت مشابهی که با مطلع کردن افراد درباره چگونگی و چرایی رفتارتون به اونا پاسخ میدید و اطلاعات بیشتری راجع به منطق روانشناختی و نیت پشت پرده رفتارتون به اونا میدید، اونا احساس میکنن شما را بهتر میشناسن. با این کار پی به علت رفتارتون میبرن و از حالت مرموز و جذاب خارج میشید. زمان سرپیچی از قانون. تو موقعیتی که باید شک و گمانها رو کم کنید، با ارائه اطلاعات بیشتر که برخی از اونا خصوصی به نظر میرسن، دیگران کمتر به شما مشکوک میشن و عادی جلوه میکنید. وقتی کمتر از حد نیاز صحبت میکنید، ظاهری پرمعنا و قدرتمند از خود میسازید. همچنین باعث میشه تو خطر گفتن سخنانی ابلهانه و حتی خطرناک نیفتید. شهرت میتونه دیگران رو وادار کنه تا بهتون احترام بذارن و از شما بترسن. وقتی که شهرت خدشه‌دار بشه، از مزایای اون محروم میشید و اگه نتونید مجدداً اونو بسازید، شرایط سخت میشه. طبق گفته ها شهرت شما به یقین از شما جلو میزنه و اگه این شهرت احترامم به وجود بیاره، قبل از حضورتون تو صحنه بیشتر کارهای شما انجام میشه. گاهی بیان یک کلمه برای اونا کفایت میکنه. از اونجا که باید تو اجتماع زندگی کنیم و به نظرات دیگران وابسته باشیم، بدون در نظر گرفتن شهرت هیچ پیروزی هم به دست نخواهد آمد. با بی‌توجهی به اینکه چگونه تصور میشید، به دیگران اجازه میدید تا براتون در این باره تصمیم بگیرن. علاوه بر سرنوشتتون، شهرتتونم باید تو دست بگیرید. قانون 6: به هر قیمتی جلب نظر کنید. همه چیز از روی ظاهر قضاوت میشه و اگه شخصی با چشم دیده نشه، به فراموشی سپرده خواهد شد. به یاد داشته باشید، یافتن روش‌هایی برای درخشیدن مهمه، زیرا به واسطه آنها پر اهمیت جلوه میکنید و احترام بیشتری به دست میارید. زمان سرپیچی از قانون. ظاهری که بیش از اندازه نیازمند توجه باشه، تعبیر به ناامنی میشه. از این رو مراقب باشید تا تو جلب توجه اغراق نکنید. تو ابتدای کار، نام و آوازتون باید مانند تصویری باشه که شما را از دیگران جدا میکنه. این تصویر میتونه مانند سبک لباس پوشیدن یا تغییر ناگهانی شخصیت باشه که افرادو حیران خودش میکنه و موضوع بحث اونا میشه. بار اولی که این تصویر ایجاد شد،
از ظاهری مناسب بهره مند خواهید شد و برای ستاره اقبالتون جایی تو آسمان پیدا می کنید. خودنما باشید و تو معرض دید قرار بگیرید. اون چه دیده نشه مانند اینه که وجود نداره. این نوره که همه چیزو نمایون میکنه. تظاهر بیشتر جاهای خالی رو پر میکنه، نقصها رو میپوشونه و به همه چیز حیاتی دوباره میبخشه. به خصوص زمانی که با شایستگی حقیقی همراه باشه. قانون هفتم: دیگران را وادار کنید برایتان کار کنند، اما امتیازش را از آن خود کنید. برای اون که انرژیتون رو ذخیره کنید، از منابع انسانی استفاده کنید. با واگذاری کارها به دیگران، کارهای دیگه‌ای انجام بدید تا بزرگتر جلوه کنید. با این کار خودتون رو با کفایت‌تر و قدرتمندتر نشان خواهید داد. زمان سرپیچی از قانون: اگه قدرت شما تثبیت شده نیست، تقسیم امتیاز با دیگران روش مؤثرتری هستش. در غیر این صورت ممکنه فریبکار دیده بشید. قانون هشتم: دیگران را مجبور کنید به نزد شما بیایند. در صورت نیاز از طعمه استفاده کنید. با وادار کردن افراد به انجام کاری خودتون رو تو موقعیت قدرت قرار میدید. از این رو اونا رو راحت‌تر از هر روش دیگه‌ای کنترل میکنید. زمان سرپیچی از قانون: تو شرایطی که نیاز دارید گزینه پیشنهادیتون پذیرفته بشه، با نزدیک شدن ناگهانی به قلمروی رقیبان اونا رو تو لاک دفاعی فرو میبرید و آن وقت راحت‌تر پیشنهاد شما رو قبول میکنن. اقدام عاقلانه اینه که دیگران رو وادار کنید تا برای مذاکره ها و دیدارها به قلمرویتان یا قلمروی انتخابیتان بیایند. شما وقارتون رو حفظ میکنید در حالی که اونا به دلیل ناآشنایی با محیط تو وضعیت دفاعی قرار میگیرن. کنترل دیگران بازی خطرناکیه. زمانی که فرد متوجه میشه باهاش بازی شده، کنترلش سخت و سخت‌تر میشه. اما زمانی که رقیب رو وادار میکنید به نزدتون بیاد، این توهم رو به وجود میارید که اوضاع تحت کنترل اونه. اون تنابهایی رو که با اونو به سمتش میکشید نمیبینه، همونطور که ناپل اون خودشو استاد فرار جسورانه و بازگشت به قدرت تجسم میکرد. قانون نهم: با اعمالتان برنده شوید، نه با بحث و جدل. تلاش برای متقاعد کردن دیگران راجع به درستی نظرتون فقط مقاومتشون رو بیشتر میکنه و تو وضعیت قویتری قرارشون میده. همان گونه که از خودشون در برابر ضربات محافظت میکنن. این مسئله موجب میشه اونا به دنبال روش‌هایی برای آسیب رسوندن به شما باشن. کاری کنید به جای ضربه زدن به شما وادار به خودزنی شوند. زمان سرپیچی از قانون: وقتی که باید از شک و تردیدها رها بشید، بحث و جدل شما را حساستر و بی‌ثبات‌تر نشون میده. همه میدونن که تو اوج بحث کلمات بی ارزشن و برای دفاع از دلایلمون هر چیزی میگیم. به خداوند متوسل میشیم و آمارهای تایید نشده میاریم. کیو میشه با خروارها دلیل بی منطق قانع کرد؟ همونطور که مشخص اعمال و رفتار قدرتمندتر و پرمعناترند. قدرت حاصل از اثبات ایدتون باعث میشه تا رقیبان به خودشون حالت دفاعی نگیرن و به راحتی نظر شما رو بپذیرن. اونا رو از نظر لفظی و قواعد طبیعی به این باور میرسونید که مقصودتون به مراتب از بحث و جدل قوی تره. هرگز بحث و جدل نکنید. نباید در اجتماع افراد درباره چیزی بحث کرد. فقط باید نتایج اونو ارائه داد. اغلب اوقات افراد احساس نمی کنن که موجب ناراحتی و بدشانسی میشن. ناراحتی و غم اونا میتونه واگیردار باشه.
اینکه اونا نقش قربانی رو تو ذهنتون بازی کنن بسیار خطرناکه و تو رفتار و دیدگاهتون اثر میذاره. با افرادی همنشین نشید که ایراداشون رو با شما تقسیم میکنن. اونا هر چیزی رو که باعث عقب ماندگیتون بشه تقویت میکنن. فقط ارتباطاتی مثبت به وجود بیارید. اینو یکی از قانونهای زندگیتون قرار بدید، چون سودش بیشتر از همه درمانهای دنیاست. افراد خوشبخت رو بشناسید و با اونا ارتباط نزدیکی برقرار کنید. افراد بدبخت هم بشناسید و از اونا دوری کنید. بدبختی معمولاً پیامد جهل و نادانی است و افرادی که از اون رنج میبرن چیزی بدتر از سرایت بدبختی با خود ندارن. هرگز در و به روی بدبخت ها باز نکنید. با این کار بدبخت های بیشتری رو وارد میکنید. با فلاکت و بدبختی اونا نابود نشید. قانون 11 وابسته نگه داشتن دیگران را به خود بیاموزید. با در اختیار داشتن افرادی که بهتون وابستن، کنترل بیشتری بر رابطتون خواهید داشت. اونا به شما احترام بیشتری میذارن و اغلب به شما احساس دین میکنن. این افراد بدون اون که با شما مخالفت شدیدی کنن، حس استقلال و آزادی برای عمل به شیوه دلخواهتون رو به شما میدن. قدرت نهایی تو وادار کردن دیگران به انجام کار به گونه‌ای که شما دوست دارید. وقتی که بتونید این کار رو بدون اجبار و ناراحت کردن افراد انجام بدین و اون چرا که خواستید با رضایت خاطر برآورده کنن، دیگه قدرتتون دست نیافتنی میشه. بهترین روش برای به دست آوردن این موقعیت ایجاد وابستگیه. اگه بتونید همچین موقعیتی رو برای خودتون ترتیب بدین، حذف کردنتون خطرناک میشه. هر نوع وابستگی متقابلی که ایجاد میکنید، موقعیت شما رو محکمتر میکنه. قدرت متمرکز هنوز آزادی بیشتری نسبت به قدرت گسترده داره. چون افرادی که از قدرت متمرکز برخوردارن برای حفظ امنیتشون به رئیس یا موقعیت خاصی از قدرت وابسته نیستن. قانون 12 از صداقت و بخشندگی انتخابی استفاده کنید تا قربانیتان را خلع سلاح کنید. رفتار صادقانه قدرت بیشتری برای مخفی نگه داشتن ریاکاری داره. با رفتار صادقانه میتونید دیگران رو از حالت تدافعی خارج کنید و این کار به شما فرصتی برای کنترل اونا میده. فریبکاری برابر با پرت کردن حواس دیگران. زمان سرپیچی از قانون. اگه به حیله و تقلب مشهورید، پس تلاش برای رفتار صادقانه ممکنه حتی شک و تردید دیگران رو بیشتر کنه. بهتر زمانی که برای اولین بار با شخصی روبرو میشید، از صداقت انتخابی استفاده کنید. ما هممون بنده عاداتمون هستیم و اولین اثرگذاریمون دوام بیشتری داره. اگه شخصی تو آغاز رابطه شما رو فردی صادق بشناسه، اثبات خلاف اون زمان زیادی میبره. این مدت به شما فرصتی برای مانور میده. قانون 13 وقتی درخواست کمک میکنید، منفعت رسانی به افراد را هدف قرار دهید. هرگز به حق شناسی و سخاوتشان اتکا نکنید. اگه مردم احساس دین کنن، به درخواستتون واکنش نشون نمیدن. با این حال ما همیشه به دنبال منافع شخصی خودمون هستیم. ایجاد این حس که اونا به شما مدیونن فقط ممکنه موجب رنجششون بشه. با توجه نشون دادن به منافع شخصی افراد، احتمال اون که از شما پیروی کنن بیشتر خواهد بود. زمان سرپیچی از قانون. تو موقعیتی که افراد برای انجام بخشش و سخاوت حریص هستند، اجازه بدین با نیاز شما به درخواست کمک احساس برتری کنن. این کار شما را تو موقعیت قدرت قرار میده، زیرا شک و گمان اونا رو برای دشمنی از بین میبرید. بیشتر آدما انقدر به منافعشون فکر میکنن که جز خودشون چیزی براشون اهمیت نداره. به محض روی دادن هر اتفاق
یا گفتن هر مطلبی فقط به وضعیت خودشون فکر میکنن و همه توجهشون به کمترین شانسی که براشون مفید باشه جلب میشه و غیر اونو ناچیز میدونن. منافع شخصی اهرمیه که افرادو حرکت میده. وقتی که اونا ببینن میتونید نیازهاشونو برآورده کنید یا دلیل پیشرفتشون باشید، به یک بار مخالفتشون با درخواست کمک شما از بین میره. با این کار تو هر مرحله قدرت رو از آن خودتون میکنید. باید به خودتون یاد بدین که با ذهن دیگران فکر کنید. نیازها و منافع اونا رو در نظر بگیرید. تصویر احساستون رو پاک کنید که حقیقت رو محو میکنه. به این هنر فائق بیایید تا هیچ محدودیتی برای اون چه میتونید به دست بیارید وجود نداشته باشه. کوتاه‌ترین و بهترین راه برای خوشبخت شدن آن است که به دیگران اجازه دهید تا بفهمند که نفعشان در بالا بردن شماست. ژان دلا برویر 1645 الی 1696. قانون 14: مثل یک دوست وانمود کنید و مثل یک جاسوس عمل کنید. با پیدا کردن مقاصد و ضعف‌های افراد میتونین در صورت نیاز به نحوه کنترلشون در آینده پی ببرید. از مردم سوالهایی بپرسید. خودتونو بسیار مشتاق به اونا نشون بدین. ممکنه با علاقه شما به خودشون برای رابطه ای دوستانه به اشتباه بیفتن و حالت تدافعیشون رو کم کنن. قانون 15: دشمنتان را به طور کل از بین ببرید. رها کردن دشمنان در میانه جنگ بسیار خطرناکه. وقتی دشمنتون به طور کامل نابود بشه، فرصتی برای انتقام جویی نخواهد یافت. هممون زمانی که با دشمنامون همدردی یا ترحم میکنیم یا امید به مصالحه داشته باشیم و یک گام از نابودی اونا عقب بشینیم، با شکست روبرو میشیم. با این کار تنها ترس و دشمنی اونا رو نسبت به خودمون بیشتر میکنیم. اونا رو خرد و تحقیر میکنیم. از این رو با پرورش این افعی‌های عصبانی باعث میشیم که روزی اونا ما رو ببلن. یادآور میشم آدما یا باید دلجویی بشن یا اینکه نابود بشن. اونا انتقام لطمه‌های کوچیک رو میگیرن اما نمیتونن کاری برای آسیب‌های جدی انجام بدن. پس نباید به گونه ای صدمه بزنیم که انتظار انتقام از اونا داشته باشیم. هرچه صمیمیتر و خودمونیتر با افراد رفتار کنید، احترام کمتری از اونا دریافت میکنید. با ترک افراد میل به خواسته شدن و تحسین در اونها به وجود میارید. این مسئله به اصول بازاریابی برمیگرده که در اون برای خلق ارزش از شیوه کمیابی استفاده میکنن. زمان سرپیچی از قانون. اگه از ابتدا اونا رو ترک کنید، ممکنه فراموشتون کنن. اونچه بازپس گرفته شود و کمیاب باشه، ناگهان شایسته عزت و احترام از سوی ما میشه. اونچه مدت طولانی باقی بمونه، ما را از حضورش سیر میکنه و اجازه میده که تحقیرش کنیم. همه چیز تو دنیا به غیبت و حضور بستگی داره. یک حضور قدرتمند، قدرت و توجه به سمت شما میکشونه و باعث میشه از اطرافیانتون بیشتر بدرخشید. اما نکته‌ای ضروری در اینجا قابل توجهه و اینکه حضور بیش از اندازه اثری معکوس داره. هرچه بیشتر دیده و شنیده بشید، تنزل ارزش بیشتری خواهید داشت و به عادت تبدیل میشید. مهم نیست که چقدر برای متفاوت بودن تلاش کردید. بدون آگاهی از نحوه استفاده اون، مردم کمتر و کمتر به شما احترام میذارن. باید یاد بگیرید که در لحظه درست خودتونو از اونا محروم کنید پیش از اون که اونا ناخواسته شما رو پس بزنن. این بازی درست مثل قایم باشکه. قانون کمیابی را به مهارت‌های شخصیتون اضافه کنید.
اونچه به دنیا عرضه می کنید و به پدیده این نادر و کمیاب بدل کنید. به نحوی که دستیابی به اون دشوار باشه و بدین شکل ارزش اونو بالا ببرید. همیشه لحظه‌ای پیش میاد که افراد قدرتمند بیش از اندازه تو دید مردم هستن. از حضورشون خسته میشیم و حس احتراممون به اونا کم میشه. اونا رو به صورت انسانهای عادی و نه متفاوت با دیگران میبینیم. شاید بشه گفت که وضع از اینم بدتره و اونا ارزش کمتری نسبت به افراد عادی دارن. درک این که تو زمان درست کنار بکشید خودش یه هنره. اگه این هنر رو به درستی استفاده کنید، احترامی که از دست دادید باز پس میگیرید و بخشی از قدرت از دست رفته رو باز میابید. قانون 17: دیگران را در وضعیت بلا تکلیفی قرار دهید. شرایط غیر منتظره به وجود آورید. اگه قابل پیش بینی باشید، اجازه میدید که دیگران شما را کنترل کنن. از اونجایی که برای مردم شناخته شده بشید، لذا از اونا برتر نخواهید بود. این بی‌ثباتی تعادل دیگران رو برهم میزنه. افراد تلاش میکنن تا شما رو بشناسن و براشون قابل پیش بینی بشید، اما با این قانون قادر به این کار نخواهند شد. زمان سرپیچی از قانون. تو شرایطی که بایستی شک و گمان کم بشه، قابل پیش بینی بودن به کارتون میاد. در این صورت عامل نگرانی مردم نخواهید شد، چون احساس میکنن که شما و اعمالتون رو در اختیار دارن. حالا میتونید در صورت لزوم اونا رو کنترل کنید. تو وضعیتی که با افراد برتر از خود روبرو میشید، غیر قابل پیش بینی بودن ممکنه شما رو دو دل نشون بده. این اتفاق اغلب به شکل یک ضعف دیده میشه. قانون 18: برای محافظت از خود حصار محکم نسازید. تنهایی میتواند خطرناک باشد. جدا کردن خودتون از سایرین شما رو تبدیل به هدفی آسون میکنه. این کار شما رو از اطلاعات ارزشمند و عبرت آموز دور میکنه. وقتی که با متحدین محصور میشید، از دشمنا در امان میمانید. هرچه با دیگران بیشتر ارتباط داشته باشید، شرایط براتون راحت‌تر و ساده‌تر خواهد شد. از طرفی، تنهایی موجب بروز نوعی رفتار ناشیانه تو حرکاتتون میشه. از این رو مردم از شما دوری میکنن و تنهاییتون باز بیشتر میشه. از اونجایی که انسانها قدرت رو خلق میکنن، ارتباط اجتماعی با افراد دیگه به این قدرت اضافه میکنه. قانون 19: بدانید با که سر و کار دارید. شخص دیگر را به اشتباه نرنجانید. آدما با یکدیگر فرق دارن. عده‌ای گول زنندن و شما با روش‌های کنترلی میتونین چهره واقعیشون رو ببینید. تغییر استراتژی بسته به اینکه با چه کسی سر و کار دارید مسئله مهمیه. هرگز به ظاهر افراد اعتماد نکنید. فردی با قلب یک افعی میتونه با نمایش محبت اونو پنهون کنه. آدم پرسر و صدا در اصل فردی بزدله. باید این افرادو از ظاهرسازی و تناقضاتشان بشناسید. هرگز به اونچه مردم از خودشون میگن اعتماد نکنید. گفته های اونا قابل اعتماد نیست. قانون 20: به کسی پایبند نشوید. افراد بی‌ثبات به سرعت از دیگران جانبداری میکنن. استقلال خودتون رو حفظ کنین تا قدرت در شما بمونه. اگه دیگران احساس کنن هر اندازه‌ای که بخوان در اختیارشون هستید، قدرتتون رو از دست میدید. زمان سرپیچی از قانون. اگه فاصلتون رو با دیگران زیاد کنید، ممکنه میل و علاقشون به شما از دست بره یا اینکه به شما بدگمان بشن. از اونجا که قدرت به شدت به ظاهر افراد وابسته است، باید ترفندایی یاد بگیرین تا تصویرتون رو تو ذهن سایرین تقویت کنید. خودداری از پایبندی به فرد یا گروهی از افراد یکی از همین ترفنداست. وقتی که خودتون رو کنار میکشید، نه خشم بلکه احترامو به خود جلب میکنید. با این کار بلافاصله خودتون رو قدرتمند نشون میدین.
چرا که دست نیافتنی میشید، نه اینکه خودتونو مانند اکثریت مردم به گروه یا رابطه ای تسلیم کنید. حاله قدرت به تدریج ایجاد میشه. از اونجا که مردم شما رو به مستقل بودن میشناسن، بیشتر و بیشتر به سوی شما کشیده میشن و هر کدوم تلاش میکنن تا شما رو به خودشون وابسته کنن. میل و کشش مثل ویروسه. اگه ببینیم شخصی مورد علاقه مردمه، معمولاً اون شخص رو محبوب میشناسیم. افرادی که برای حمایت از دیگران با عجله جلو میرن، رفته رفته احترام اندکی به دست میارن. زیرا به آسونی میشه از کمکشون برخوردار شد. اما اونایی که خودشونو عقب نگه میدارن و خودشونو تو محاصره ملتمسان میبینن، تنهاییشون قدرتمنده و همه مایل به جانبداری از اونا میشن. اینکه آهسته سلاحتونو بردارید، خودش میتونه به نوعی سلاح باشه. مخصوصاً اگه با این کار دیگرانو از جنگیدن با خودتون خسته کنید. اون وقت میتونید از خستگیشون استفاده کنید. احساس ارزشمندی و تایید و تو قربانیان خودتون ایجاد کنید. در صورت تمایل، شیپورشون رو به صدا درآورید. افراد دوست دارن از شما باهوشتر به نظر بیان. این کار اونا رو خلع سلاح میکنه و شک اونا رو نسبت به داشتن برنامه‌های علیهشون از بین میبره. باید بدونید که چگونه از بیعقلی افراد استفاده کنید. مرد عاقل این کارتو بارها بازی میکنه. موقعیتایی وجود داره که باهوشترین افرادم تظاهر به ندونستنش میکنن. نباید نادون باشید، اما باید بتونید نقش نادون رو بازی کنید. قانون 22: از روش تسلیم استفاده کنید. ضعف را به قوت تبدیل کنید. تو موقعیتی که ضعیفتر از حریف هستید، تسلیم شدن به شما قدرت میده. این کار بیشتر از اون که شما رو مغلوب کنه، به حفظ کنترلتون کمک میکنه. بیشتر از اون که قربانی بشید، کنترل اوضاع رو تو دست میگیرید. اساس این روش عبارت است از این که ظاهراً تعظیم میکنید، اما باطناً استوار میمونید. با محروم کردن خود از عصبانیت، اکثر رقیبانتون رو گیج و متحیر میکنید. احتمال این که اونا دست به خشونت بیشتری بزنن بسیار کم میشه، چون لازمه خشونت بیشتر بروز واکنشی از جانب شماست. در عوض زمان و مکان تو دست شماست تا برای سرنگونی و شکست اونا نقشه‌ای تدارک ببینید. قانون 23: نیروهایتان را متمرکز کنید. به یک چیز تمرکز کنید و اونو بزرگ کنید. تلاش‌های متمرکز معمولاً تأثیر یا نیروی بیشتری دارن. زمان سرپیچی از قانون. بهتره که تو شرایط خاص نیروهاتون رو پراکنده کنید. این کار از شما در برابر موضوعی که تو اون ضعف دارید و همچنین پیامدهای سهوی از دست رفتن قدرتتون محافظت میکنه. تک اندیشی بر هدف، تمرکز کامل روی هدف و استفاده از اونا در برابر افرادی با تمرکز کمتر و سردرگم، تیری است که همواره به هدف میخوره و دشمنو از پای در میاره. به تمرکز اولویت بیشتری بدید تا به پراکندگی. کمال تو کیفیت، نه تو کمیت. گستردگی هرگز از سطح متوسط بالاتر نمیره و وجود دلبستگی های بسیار در انسان از نشانه های بدبختیشه. چون میخواد هر چیزی رو امتحان کنه ولی هیچ کاری رو به سرانجام نمیرسونه. عمیق شدن به شما اعتبار میده و تو مسائل والا شما رو تا سطح یک اسطوره بالا میبره. قانون 24: نقش یک درباری کامل را بازی کنید. تو وضعیت مناسبی قرار بگیرید و قدرت خودتون رو حفظ کنید. درباریان مثل شعبده بازان.
اونا نمایش فریبکارانه‌ای ترتیب میدن و فقط به اطرافیان اجازه میدن تا اونچه خودشون میخوان رو ببینن. خیلی مهمه که با شعبده بازی مردم رو از مشاهده حقه ها و تردستی هاتون دور نگه دارید. در سراسر تاریخ بهترین درباریان تو علم شعبده بازی تبحر داشتن. اونا باعث می شدن که پادشاه احساس شاهی بیشتری داشته باشه و دیگران از قدرت اونا بترسن. اونا جادوگرانی ظاهر سازن که میدونن تو دربار همه چیز از روی ظاهر اونا قضاوت میشه. درباریان ماهر بخشنده و مؤدبن. تهاجمشون پنهان و غیر مستقیمه. اونا تو سخن گفتن متبحرن، هرگز بیش از حد لازم صحبت نمی کنن و از توهین و شکایت غیر مستقیم بهره میبرن. اونا آهنربای لذتن. افراد میخوان که کنارشون باشن، چون که میدونن چگونه مردم رو خوشنود کنن و هرگز اونا رو تحقیر نمی کنن. قانون 25. خود را از نو بسازید. هر وقت لازم شد هویتتون رو از نو بسازید. اگه از یک هویت خسته شدین، آزادید که هویتی دیگه بسازید. اگه از قدرت افتادین، هویتتون رو تغییر بدین و دوباره اونو به دست بیارید. خودتون رو تو شخصیتی قدرتمند بازسازی کنید. از میان بهترین و دلچسبترین امور زندگی، کار کردن روی خود درست مثل شکل دادن خاک روسه. در اصل این کار از شما یک هنرمند می سازه، هنرمندی که خود را خلق می کند. گام اول تو خلق خود خودآگاهی است. آگاهی از خود به عنوان یک هنرپیشه و کنترل ظاهر و احساساتتان. همان گونه که دیدرو گفت، هنرپیشه بد همیشه صادق است. افرادی که تمام احساساتشونو تو معرض دید و قضاوت دیگران قرار میدن، تو جامعه خسته کننده و مایه شرمندگی میشن. با وجود صداقتشون جدی گرفتنشون دشوار میشه. افرادی که در حضور دیگران گریه میکنن به صورت موقت همدردی اونا رو از آن خودشون میسازن، اما همدردی به زودی در وجود دیگران به تحقیر و آزردگی تبدیل میشه. ما احساس میکنیم اونا میخوان با گریه توجه به سوی خودشون جلب کنن و بخش بدخواه وجود ما میخواد حس رضایت اونا رو از این کار رد کنه. یاد بگیرید بسته به اینکه لحظه چه چیزی رو میطلبه نقشای بسیاری رو بازی کنید. ماسکتون رو با شرایط تطبیق بدید. شبیه چهره‌هایی بشید که رو صورتتون میذارید. بیسمارک این بازی رو به خوبی اجرا میکرد. اون برای یک آزادیخواه بود و در برابر یک جنگ طلب میشد. اون به تصاحب در نمی اومد و کسی که تصاحب نشه شکست هم نمیخوره. قانون 26. دستهایتان را پاک نگه دارید. هرگز پوشش خودتون رو کنار نزنید. نامرئی بمونید. تو تمام شرایط ظاهری مؤدب داشته باشید. در صورت نیاز از سپر بلایی استفاده کنید که خطاهای شما رو بپوشونه. نام و شهرت نیکومون بیشتر به اونچه که پنهون میکنیم بستگی داره تا اونچه که آشکار میکنیم. نحوه پیروی از قانون. وعده و وعید بدید، اما کلماتتون گنگ و مبهم باشه. اونا رو مشتاق کنید و انرژی حاصل از اونو به جای منطق و استدلال به کار ببرید. دسته‌بندی برای ما و اونا ایجاد کنید. ما رو در مقابل اونا پرتحرک و پویا نشون بدین. این کار تیمی وفادار به وجود میاره و قدرت بیشتری به شما میده. وقتی افراد به گروه ملحق میشن، میلشون به شک و تردید، یعنی فاصله‌ای که به اونا امکان تعقل میده، برطرف میشه. قانون 28. با شجاعت عمل کنید. با اطمینان دست به کاری بزنید. ترسو بودن
هرگز ما رو به اوج نمیرسونه. زمانی که میترسیم، ناامنی رو به اعمالمون وارد میکنیم که این کار رو عملکردمون به شکل منفی اثر میذاره. زمان سرپیچی از قانون. تو شرایطی خاص که شجاعت موجب شک و گمان بیشتر میشه، بهتره که شجاعانه عمل نکنید. شجاعت ترس و تحت فشار قرار میده. این ترس توانایی و قدرت به وجود میاره. شک و دودلی فاصله هایی به وجود میاره. شجاعت اونا رو محو میکنه. وقتی که برای فکر کردن از دیگران زمان میخواهید، فاصله‌ای به وجود میارید که در اون به دیگران هم اجازه فکر کردن میدین. ترس و نگرانیتون با انرژی ناشیانه‌ای به دیگران هم سرایت میکنه و موجب شرمساریتون میشه. شک از همه سو سرچشمه میگیره. بیشتر ماها ترسوییم. میخوایم از تنش و درگیری دور باشیم و دلخواه همگان باشیم. ممکنه به اقدامی شجاعانه فکر کنیم، اما به ندرت اونو وارد زندگیمون میکنیم. از پیامدهای اون واهمه داریم، از اونچه شاید دیگران درباره ما بیاندیشن. اینکه با جسارتمون از حد معمول فراتر بریم و اطرافیانمون رو از خودمون متنفر کنیم. با اینکه ترس خودمون از دیگران قایم میکنیم و خواسته هامون به اونا صدمه نزده یا اونا رو نمیرنجونه، اما درست برخلاف این موضوع اتفاق میافته. در واقع تو خودمون غرق میشیم و نسبت به خودمون و تصور دیگران از خودمون نگران میشیم. از جهت دیگه شجاعت از بیرون کنترل میشه و باعث میشه مردم حس بهتری داشته باشن، چرا که خودآگاهی کمتری در اون وجود داره. قانون 29: تمامی راه را تا پایان برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی غافلگیری رو کم میکنه. اگه بدونید که چه انتظاری دارید، میتونید شجاعانه پیش برید. همچنین میدونین که چه زمانی متوقف میشید و چه مسافتی رو طی میکنین. زمان سرپیچی از قانون. اعتماد به برنامه ها میتونه بیفایده باشه، چرا که تواناییتون برای مقابله با شرایط ناگهانی رو کم میکنه. مسیرهای جایگزینی داشته باشین و با شرایط خودتون رو وفق بدین. بیشتر آدما با قلبشون اداره میشن تا با مغزشون. این افراد برنامه‌های مبهم دارن و زمانی که به موانع برمیخورن مبتکرانه عمل میکنن. اما این ابتکار عمل فقط شما رو از بحران بعدی دور میکنه و هرگز مثل اندیشیدن به مراحل پیش رو و برنامه ریزی تا پایان نمیشه. تجربه نشون میده که اگه بسیار فراتر از نقشه‌ای که همکنون تو سرتون دارید پیش بینی کنید، در لحظه درست و به سرعت در آینده اقدام خواهید کرد. غلبه بر میل طبیعی انسان تو عکس‌العمل به حوادثی که اتفاق میفته نوعی از قدرته که به جای اغفال فرد به عقب نشینی، تجسم مسائل بزرگتری و که فراتر از دید لحظه‌ایشه براش میسر میکنه. قانون 30: موفقیت‌هایتان را به شکلی نشان دهید که انگار بی درد سر به دست آمدند. کاراتون رو طوری نشون بدین که انگار تلاش سختی براشون انجام نشده. ظاهر آسون کارهاتون قدرتی برای شما به وجود میاره. زمان سرپیچی از قانون. باید به شکل طبیعی کاراتون رو مخفی نگه دارید. سر و صدایی که برای پنهونسازی اطلاعات به پا می‌کنید ممکنه بدبینی به جای بذاره، چون اجازه میدین دیگران شما رو فردی ضعیف ببینن. طبیعت حقه هاشو فاش نمی‌کنه. آنچه از طبیعت تقلید کنه و کارشو آشکار نکنه، قدرتی همانند خود طبیعت به دست میاره. میزان توانایی هاتونو ناشناخته نگه دارین. انسان دانا اگه بخواد به واسطه دانش و توانایی‌هاش مورد تحسین قرار بگیره، حد نهایی دانش و توانایی‌هاشو نشون نمیده. اون کاری میکنه که این ویژگی‌ها رو بشناسید، اما اجازه درک اونا رو به شما نمیده. کسی نباید از محدوده قابلیتاش آگاه بشه، زیرا از این کار
ناامید میشه. هیچ کس فرصت شناخت کامل اونو نخواهد داشت. از اونجا که حدس و گمان درباره دامنه استعدادهای این افراد ستایش بیشتری به همراه داره تا کسب اطلاعات دقیق از اونا، این افراد بسیار با عظمت دیده میشن. به عنوان فردی قدرتمند، قبل از اینکه بین جمع، روی صحنه یا هر جای دیگر ظاهر شوید، باید تحقیق و تلاش بی حد و حصری انجام بدین. هرگز عرق و زحمتی که در پشت پرده پنهونه فاش نکنید. به نظر بعضی این افشاگری پشت کار و صداقتشون رو نشون میده، اما در واقع با این کار فقط خودتون رو ضعیفتر میکنید. انگار میگن هر فردی با تمرین و تلاش میتونه مثل اونا بشه، یا اینکه اونا مستحق اون نیستن. تلاش و ترفنداتون رو برای خودتون نگه دارین و آرامش و جذابیت خداگونه ای از خود نشون بدین. هرگز کسی منبع قدرت پروردگار رو نمیبینه، فقط نشانه های قدرت اون قابل دیدنه. وقتی که افرادی رو میبینیم که تلاش مضاعفی برای کارشون میکنن، عکس العمل مشابهی نشون میدیم. مشاهده میکنیم که برای از بین بردن توهما به سختی تلاش میکنن. این موضوع ما رو ناراحت هم میکنه. از سوی دیگه مجریان آروم و موقر با رفتاری طبیعی و مبتکرانه توهم رو از بین میبرن. حتی زمانی که کاراشون زحمت و تمرین زیادی براشون داشته، ما رو به سوی آسونی و آرامش میبرن. این نظریه به همه زمینه‌های قدرت مربوطه، چون قدرت اساساً به ظاهرسازی و توهمایی که خلق می‌کنید برمیگرده. قانون 31: گزینه‌ها رو کنترل کنید. دیگران را مجبور کنید با گزینه‌هایی که شما رو می‌کنید بازی کنند. به مردم کمک کنید تا گزینه‌هاشون رو تا عدد انتخابی شما کم کنند. این کار به شما امکان پیروز شدن میده. اونا رو به این باور برسونید که حق انتخاب دارن، اما هر گزینه‌ای که انتخاب کنن در نهایت شما پیروز خواهید شد. زمان سرپیچی از قانون. تو موقعیتی که نیاز دارین اطلاعاتی راجع به رقیب جمع آوری کنین، بهتره که بذارید افراد به میل خودشون انتخاب کنن، چون این کار تو جمع آوری اطلاعات و تحلیل رفتارشون به شما کمک میکنه. در غیر این صورت، اگه شما گزینه‌ای رو برای اونا انتخاب کرده باشید، با شما همکاری نخواهند کرد. کنارگیری و ناپدید شدن از بهترین روش‌ها برای کنترل گزینه هاست. شما به مردم این حسو میدین که چگونه بدون شما به هم میریزن و گزینه انتخابی رو بهشون نشون میدین. یا دور میمونم و با عواقبش کنار میایید، یا تحت شرایطی که من تشخیص میدم برمیگردم. افراد تو این روش کنترلی گزینه یا انتخاب میکنن که به شما قدرت میده، چون انتخاب گزینه دیگه ناخوشاینده. شما اونا رو تحت فشار قرار میدین، اما به شکل غیر مستقیم. به ظاهر حق انتخابی دارن. هر زمان که احساس کنن حق انتخاب دارن، خیلی راحت به دام شما میافتن. رویا پردازی ذهن رو سرگرم میکنه. در مقابل، رویارویی با واقعیت میتونه برای ذهن سخت باشه. زمان سرپیچی از قانون. بازی با تخیلات و نورانی نگه دارین. هرگز اجازه ندین این بازی به نقطه‌ای برسه که از شما انتظار ارائه نتایج واقعی بره. برای به دست آوردن قدرت باید منبع لذت برای اطرافیانتون باشید و این لذت از بازی با تخیلات اونا حاصل میشه. تخیلات هرگز به تنهایی عمل نمیکنه. به پیشینه ای از ملالت، یک نواختی و مسائل دنیوی نیاز داره. این سختی واقعیته که به تخیلات
اجازه ریشه دوانی و شکوفایی میده. به یاد داشته باشید، کلید خیال پردازی فاصله است. فاصله جذب کننده و وعده و وعید به نظر آسون و بی درد سره. پس اون چه پیشنهاد میدین باید دست نیافتنی باشه. هرگز اجازه ندید فاصله به صورت کسل کننده دیده بشه. فاصله سرابی تو دور دسته که با نزدیک شدن فریب خوردگان به اون ناپدید میشه. هرگز به صورت کاملا واضح رؤیا رو توضیح ندین. بذارید مبهم بمونه. به عنوان شفادهنده رؤیاها به قربانیتون اجازه بدین تا به قدر کافی برای لمس رؤیا نزدیک شده و وسوسه بشه، اما اونو تا اندازه‌ای نزدیک نگه دارید که رؤیا پرداز و آرزومند باقی بمونه. برای اینکه با چنین تخیلی بازی کنید، باید به دقت فاصله رو ایجاد کنید و اجازه ندید که شخصیت عادی شما بسیار نمایان بشه. در غیر این صورت توهم به حساب میاد. قانون 33 نقطه ضعف هر کس را بشناسید. اینکه با چه علامتی افرادو میشناسین به نفع شما هستش، زیرا در صورت نیاز میتونید از اون علامت سوء استفاده کنید. این کار قدرت رو تو دستای شما قرار میده. به حرکات بدن و رفتار ناخودآگاه دیگران توجه کنید. اون چه باعث میشه کودک درون هر شخص واکنش نشون بده رو کشف کنید. به تضاد میان گفته‌های افراد و نحوه عکس العملشون دقت کنید. این فضای خالی رو پر کنید. زمان سرپیچی از قانون. مخاطبتون رو بشناسین. در غیر این صورت ممکنه عکس العملی از شما سر بزنه که قادر به کنترل کردنش نباشین. فضای خالی رو پر کنین. 2 خلأ احساسی مهم که باید پر بشن ناامنی و ناراحتیه. هر گونه اعتبار اجتماعی فرد ناامن و فریب میده و برای فرد غمگین و بیمارم باید به دنبال ریشه های ناراحتیش بود. افراد ناامن و غمگین افرادیان که قادر به پنهان کردن نقاط ضعفشون نیستن. بهترین روش برای سوء استفاده از ضعف افراد احساس نیازشون به داشتن اعتبار و شناخت اوناست. احساسی که برای مهم بودن دارن. نخست به این دلیل که مسئله همگانیه و دوم این که سوء استفاده از اون بسیار آسونه. اون چه که باید انجام بدین یافتن روش هاییه که مردم با اونا احساس بهتری نسبت به سلایق، وضعیت اجتماعی و هوشمندی خودشون داشته باشن. قانون 34 به روشتان وفادار بمانید. مانند یک شاه رفتار کنید تا رفتاری مثل شاه با شما داشته باشند. عامیانه ظاهر شدن ممکنه که موجب تنفر مردم از شما بشه. با رفتاری مطمئن و منصفانه میتونین دیگران رو با خونسردیتون تحت تأثیر قرار بدین. زمان سرپیچی از قانون. بعضی از مردم از شما انتظار دارن که مطمئن اما عوام پسند رفتار کنین. اگه بزرگتر از اون چه اطرافیان انتظار دارن ظاهر بشین، احتمالاً موجب حسادت میشه و هدفی برای دیگران خواهید شد. برای تمامی شیادان بزرگ اتفاق قابل توجهی رخ داده که قدرتشان را مدیون آن هستند. آنها در اصل به باور خود پیروز میشوند. برای اینکه به شکلی حیرت انگیز و قانع کننده با اطرافیانشان سخن میگویند. فردریش نیچه به سال 1844 الی 1900. اگه معتقدیم که به درجات عالی نائل میشیم، پس باورمون به بیرون تشعشع پیدا میکنه. درست مانند تاجیه که تو اطراف شاه تشعشع یا نورانیتی به وجود بیاره. این تشعشع خارجی رو مردم اطرافمون اثر میذاره. اونایی که فکر میکنن ما باید برای چنین حس اطمینانی دلایلی داشته باشیم. افرادی که تاج رو سرشون میذارن هیچ محدودیت درونی برای خواسته هاشون و کارهایی که انجام میدن ندارن. با باور شخصیتون پیروز بشین. حتی وقتی که میدونین نوعی از فریب و با خود تمرین میکنین،
مانند شاه رفتار کنید. احتمالاً با شما همون جوری رفتار میشه. تاج ممکنه که شما را از دیگران جدا کنه، اما به وجود آوردن جدایی واقعی بستگی به خودتون داره. شما باید به گونه‌ای متفاوت عمل کنین و فاصلتون رو از اطرافیانتون نشون بدین. یه راه برای تمرکز رو این تفاوت رفتار باوقاره که ربطی به شرایط نداره. در واقع شکوه همیشه ماسکیه برای کنترل موقعیت‌های سخت. انگار که هیچ چیز نمیتونه رو شما اثر بذاره و شما همیشه تو جهانی حضور دارین که پاسخ خودتون رو دریافت میکنین. این وضعیتی بسیار قدرتمنده. به یاد داشته باشید، تعیین ارزشتون به شما بستگی داره. اگه کم بخواین، درست همونقدر به دست میارید. با درخواست بیشتر سیگنالی میفرستید که نشون میده لیاقت پادشاهی رو دارید. حتی افرادی هم که شما رو رد میکنن به خاطر حس قاطعتون به شما احترام میذارن و این احترام در نهایت به روشایی که نمیتونین تجسم کنین شما رو موفق میکنه. قانون 35. استاد هنر زمانبندی شوید. بدانید چه موقع عمل کنید و چه موقع کاری انجام ندید. همیشه شکیبا و تحت کنترل ظاهر بشید. با این کار تو وضعیت شکست ناپذیری قرار میگیرید. حقیقت اینه که تلاش پیوسته و پایدار بسیار قوی و سخته. به همین علت روشی برای تصاحب زمانه و بزرگترین قدرت‌های روی زمین رو مطیع خودش میکنه. باید به خاطر بسپارید که زمان حال یه دوست خوبه و با اونایی همراه میشه که هوش خودشو برای انتخاب لحظه درست به کار میبره و خطرناکترین دشمن برای کسانیه که تو لحظه نادرست وارد عمل میشن. زمانو به عمد برای زندگی طولانی تر یا لذت بیشتر از لحظه ها کند نکنید. بهتره که بازی قدرت رو اجرا کنید. نخست به این دلیل که با آشفته نکردن ذهنتون به واسطه بحران‌های همیشگی میتونید بخش بیشتری از رویدادهای آینده رو ببینید. دوم این که در برابر طعمه هایی که دیگران در مقابلتون قرار دادن مقاومت کنین و از اینکه ساده لوح بی‌طاقت بعدی شما باشید در امان میمانید. سوم این که فضای بیشتری برای انعطاف پذیری خواهید یافت. حقه مهلت اجباری زمانبندی دیگران رو به هم میریزه و باعث میشه که اونا عجله کنن، صبر کنن، سرعتشون رو از دست بدن و درکشون نسبت به زمان منحرف بشه. با به هم ریختن زمانبندی رقیبتون در حالی که خودتون صبور هستین، زمان رو به سود خودتون برمیگردونید که نیمی از بازیه. هنر زمانبندی شما هنگامی به درستی قضاوت میشه که چگونگی به پایان رساندن کارتون رو طی زمان نشون بدین. اینکه چجوری گام هاتون رو تغییر میدین و هر کاری رو به نتیجه این مشخص و فوری میرسونید. قانون 36. آنچه نمیتوانید داشته باشید را خار بشمارید. نادیده گرفتن بهترین انتقام است. هرچه علاقه کمتری به داشتن چیزی نشون بدین، قدرت بیشتری برای داشتنش به وجود میارین. هرچه به چیزی بیشتر توجه کنین، اونو قوی تر میکنین. بهترین کار نادیده گرفتن اوناست. این موضوع ناهماهنگی شناختی نامیده میشه. کاری که اکثر ما معمولاً انجام میدیم تا از رنج وجود دو نگرش متناقض تو ذهنمون دوری کنیم. زمان سرپیچی از قانون. باید این قانون رو با دقت اجرا کنین، چرا که ممکنه افراد رو آزرده کنه یا باعث بشه اونا قدرتی برای انتقام جویی به دست بیارن. وقتی کسی رو مورد توجه قرار میدین، به نوعی شریک هم میشین. هر کدوم در موقعیت عمل و عکس العمل نسبت به هم قرار میگیرین. با این کار ابتکار عمل رو از دست میدین. این اتفاق در تمام رفتارهای متقابل جریان داره. با پذیرش دیگران، حتی اگه این پذیرش به واسطه جنگ و درگیری باشه، تحت تأثیر اونا قرار میگیرین. خواسته اغلب تأثیرهای متناقضی به وجود میاره. هرچقدر بیشتر چیزی رو بخواین، بیشتر اونو تعقیب میکنین. پس اون چیز بیشتر از شما دوری میکنه. هر اندازه علاقه بیشتری نشون بدین، مورد دلخواهتون رو بیشتر از خودتون فراری میدین.
چون علاقه شما بسیار قدرتمنده و باعث دستپاچگی افراد و حتی وحشت اونا میشه. خواسته کنترل نشده شما رو ضعیف، بی‌ارزش و رقت‌انگیز معرفی میکنه. لازمه با تحقیر و خار شمردن به خواسته خودتون پشت کنین. این پاسخ به نحوی قدرتمنده که موجب گیج شدن اهدافتون میشه. اهدافتون تو این شرایط خواستشون رو نشون میدن و در واقع رو شما اثر میذارن یا در تصرف شما قرار میگیرن یا اینکه شما رو میآزارن. اگر خواسته اونا داشتن شما باشه، اولین قدم برای فریب اونا رو با موفقیت برداشتین. اگه خواسته اونا آزردن شما باشه، با این کار اونا رو آشفته و وادار به بازی با قانونهای خودتون کردین. وقتی این مزاحمی به شما حمله میکنه، توجه اطرافیان رو اینجوری منحرف کنین که این حمله براتون اهمیتی نداشته. جای دیگه رو نگاه کنین یا پاسخ آرومی بدین و نشون بدین که چقدر این اتفاق براتون کم اهمیت بوده. همچنین وقتی خودتون مرتکب اشتباهی میشین، بهترین پاسخ در کوچکتر ساختن اشتباه برخورد با ملایمته. بدونید کلمات شما رو تو وضعیت دفاعی قرار میدن. اگه مجبورین که خودتون رو شرح بدین، قدرت شما از قبل زیر سوال رفته. از طرفی تصویر به روشنی خودش رو بیان میکنه. استفاده از کلمات برای پیشبرد وضعیت دلخواهتون اقدامی پرمخاطره است. واژه‌ها ابزار خطرناکیان و معمولاً به بیراهه میرن. کلامی که مردم برای متقاعد سازی ما به کار میبرن ترغیبمون میکنه تا در برابر اونا از واژه‌های خودمون استفاده کنیم. ما سخنانشون رو به دقت بررسی میکنیم و به طور معمول خلاف اونچه اونا میگن و باور میکنیم که این بخشی از طبیعت نافرمان ماست. همچنین گاهی کلمات ما رو آزار میدن با به وجود آوردن تداعی‌ها و ارتباطاتی تو ذهن که مقصود سخنران نبوده. بهترین روش برای استفاده از تصاویر و نمادها تنظیم اونا به صورت نمایشی عالی است که ترس همراه با احترام مردم رو برانگیزه و اونا را از واقعیت‌های ناخوشایند منحرف کنه. کار بسیار آسونیه. مردم مسائل عالی، تماشایی و فراتر از زندگی رو دوست دارن. احساساتشون رو جذب خودتون کنین تا به صورت گروهی به نمایش شما هجوم بیارن. تأثیرای دیداری آسونترین راه نفوذ به قلب افراده. قانون 38 آنگونه که دوست دارید فکر کنید، اما مانند دیگران رفتار کنید. برخلاف آداب و رسوم رفتار کردن ممکنه نارضایتی مردم و نسبت به شما برانگیزه، چون به صورت غیر مستقیم در اونا احساس حقارت به وجود میاره. اونا ممکنه تو جبران این نارضایتی شما رو به روش‌هایی تنبیه کنن. زمان سرپیچی از قانون. متمایز بودن زمانی قابل قبوله که قبلا به عنوان فردی قدرتمند پذیرفته شده باشین. این احساس تمایز ممکنه قدرت شما رو تو نظر مردم افزایش بده. به خاطر همین فاصله ادراکی بیشتری بین شما و مخالفانتون به وجود میاره. هممون دروغ میگیم و احساسات واقعیمون رو پنهون میکنیم. چون غیر ممکنه که به طور کاملا آزادانه تو اجتماع مسائل و شرح داد. از اول زندگیمون یاد میگیریم که افکارمون و گفتن حرفای نیشدار و نامطمئن و مخفی نگه داریم و چیزی رو بگیم که اطرافیان دوست دارن بشنون و رو اون دقت کنیم تا نکنه موجب رنجششون بشیم. برای اکثرمون این موضوع طبیعیه. عقاید و ارزش‌هاییه که بیشتر مردم اونا رو میپذیرن و بحث در این مورد بیهوده است. چیزی رو باور میکنیم که میخوایم، اما در بیرون به چهرمون ماسک میزنیم. اما افرادی وجود دارن که این موانع رو به شکلی غیر قابل تحمل تخطی از آزادیشون میبینن و همچنین افرادی هم هستن که لازم میدونن تا برتری باورها و ارزشهاشون رو اثبات کنن.
در نهایت این بحثا عده کمی رو متقاعد میکنه و باعث درگیری بیشتری میشه. این بحثا راه به جایی نمیبره، چون اکثر مردم بدون فکر به باور و ارزشاشون اصرار میکنن. تو باورشون محتوایی احساسی و قدرتمند وجود داره. اونا واقعاً لزومی به تغییر عادتهای فکریشون نمیبینن و وقتی هم که اونا رو به چالش میکشین، خواه با بحثهای مستقیم و خواه غیر مستقیم، رفتارتون اونا رو دشمن شما میکنه. قانون 39 برای گرفتن ماهی آب را برهم زنید. اون چه که باعث خشم و عصبانیت دشمنانتون میشه ولی شما را آروم نگه میداره موجب قدرت شماست. زمان سرپیچی از قانون. در مورد دشمنتون تحقیق کنین. بدونید که با کی سر و کار دارین. گاهی اوقات خشم دشمنتون ممکنه بزرگتر از چیزی باشه که بتونید باهاش مقابله کنین. گاهی اوقات واکنش نشون دادن استراتژی بهتریه. انفجار ناگهانی همراه با احساساتی قوی ممکنه ترس و احترام دیگران رو برانگیزه. نمایش ناامیدی به این معنایی که شما قدرت اثرگذاری و شکل دادن وقایع رو از دست دادین. این رفتار عاجزانه کودکیه که با توسل به روشی پرتشنج میخواد حرفشو به کرسی بنشونه. قدرتمندان هرگز این نوع ضعفو از خود بروز نمیدن. یادتون باشه، خشم و غیظ نه در افراد ترس ایجاد میکنه و نه به اونا وفاداری و القا میکنه. فقط شک و تشویشو تو ارتباط با قدرت شما به وجود میاره. ضعف شما نمایون میشه. این فورانهای طوفانی پیام‌آور سقوطن. معمولاً افراد عصبانی در نهایت خنده‌دار به نظر میرسن، چون عکس العملشون با اونچه اونا رو برانگیخته متناسب نیست. این افراد همه چیزو بسیار جدی میگیرن و تو جریحه دار شدن احساسات یا اهانتی که به اونا وارد شده بزرگ نمایی میکنن. اونا نسبت به بی‌اعتنایی حساسن. اندازه‌ای که مسائل رو به خودشون گرفته و شخصی میکنن خنده داره. از همه خنده دارتر این باورشونه که این طغیان‌ها نشونه قدرتشونه. اما واقعیت خلاف این موضوعه. خشونت قدرت نیست، بلکه نشونه عجز و ناتوانیه. شاید مردم موقتاً از خشم شما بترسن، اما در نهایت احترامی برای شما قائل نخواهم بود. اونا همچنین متوجه میشن که به آسونی میتونن زیر پای فردی و که کنترل بسیار کمی بر خود داره خالی کنن. قانون 40 از مجانی ها دوری کنید. اونچه که رایگان ارائه میشه اغلب انگیزه هایی پشت پردش پنهونه. چیزی که ارزشمند باشه بایستی بهاش پرداخت بشه، چون این کار شما رو از تردید و احساس گناه نسبت به اینکه تبادلی نابرابر اتفاق افتاده رهاتون میکنه. هر چیزی تو محدوده قدرت با قیمتش سنجیده میشه و هر چیزی بهایی داره. اونچه که رایگان یا با نرخ‌های مذاکره‌ای پیشنهاد بشه اغلب برچسبی روانی از این قبیلو با خودش به همراه داره. متعهد شدن، پذیرش اجباری کیفیت و بی‌اعتباری حاصل از این پذیرش اجباری و غیره. قدرتمندا از اول یاد میگیرن که از منابع ارزشمند خودشون محافظت کنن. یعنی داشتن استقلال و فضای کافی برای مانوردهی. اونا با پرداخت کامل بهای هر چیزی خودشونو از گرفتاری و نگرانی ها خلاص میکنن. برخورد باز و منعطف راجع به پول ارزش سخاوتمندی و به شکل راهبردی به شما یاد میده. همون حقه قدیمی که برای به دست آوردن باید بخشید. با هدایای مناسب گیرنده هدیه رو به خودتون متعهد میکنین. بخشش مقاومت افرادو در برابر فریب خوردن کم میکنه. با کسب شهرت از طریق بخشندگی لایق تحسین مردم میشید، در حالی که اونا رو از بازی‌های قدرتم منحرف میکنید. با بذل و بخشش ثروت خود به شکلی راهبردی درباریان دیگر رو جذب میکنید، لذت میآفرینید و متحدان ارزشمندی رو برای خود پیدا میکنید. ارزش پول به مالکیتش نیست،
بلکه در استفاده از اونه. قدرتمند باید روح بزرگی داشته باشه، هرگز نمیتونه پستی از خودش نشون بده. و پول دیدنی ترین عرصه است که در اون هم پستی و هم بزرگی روح نمایش داده میشه. بهترین ها به راحتی خرج میکنن و از این رو بابت سخاوت خودشون مشهور میشن که در نهایت سودهای کلونی به همراه داره. هرگز اجازه ندین جزئیات مالی چشمتون رو در برابر تصویر بزرگتر از درک مردم نسبت به شما ببنده. رنجش اونا تو دراز مدت براتون سنگین تموم میشه. و اگه میخواین تو کار افراد خلاقی که تحت استخدام شما هستن مداخله کنین، لااقل دستمزد خوبی به اونا بپردازین. پول شما بهتر از نمایش قدرتتون فرمانبرداری اونا رو میخره. جایگاه اول به طور معمول قدرتمندتر از جایگاه دومه. جایگاه دوم اغلب مجبور کاری مضاعف به سختی جایگاه اول انجام بده تا قدرتی برابر به دست بیاره. هویت خودتونو با متفاوت بودن بنا کنید. زمان سرپیچی از قانون. اینکه تو سایه پیشینیان قرار بگیرین میتونه روشی برای کسب قدرت باشه. وقتی که قدرت رو تصاحب کردین، میتونید نام و آوازه اونا رو دور بندازین. حتما دلیلی وجود داشته که استفاده از این روش ها به پیشینیان قدرت داده. استفاده از راهبردهای اونا ممکنه به نفع شما باشه. هرگز خودتونو پیرو روش پیشینیان نبینید. با این کار هرگز از اونا پیشی نمیگیرین. باید از نظر فیزیکی تفاوت خودتون رو نشون بدین با ثبت سبک و نمادی که شما رو مجزا کنه. مشکل پیشینیان از خود راضی اینه که قبل از شما آینده و دورنما رو با نمادهای گذشته پر کردن. شما فضایی برای خلق نام و شهرت خودتون نخواهید داشت. برای مقابله با این وضعیت میبایست فضاهای خالی و شکار کنین. فضاهایی که از نظر فرهنگی خالی موندن و مواردی که میتونین در اونها اول شده و بدرخشین. قانون 42. با ضربه چوپان گله گوسفند پراکنده خواهد شد. مشکل رو میشه از یک منبع ردیابی کرد. آشوبگران اغلب از بزرگترین اثرگذاران هستند. افراد مشکل آفرینو تو مسیر قدرتتون حذف کنید. با این کار اونا از قدرت شما کم نمی کنن. زمان سرپیچی از قانون. برای بار دوم دشمن رو بشناسین. مطمئن شین فردی که بهش ضربه زدین نمیتونه رنجشش رو جبران کنه. گاهی اوقات این بدین معنیه که ناچارین تو موقعیتی از قدرت قرار بگیرین که تو لحظه ضربه وارد کنین. از این موضوع عبرت بگیرین. نباید زمان خودتون رو با تازیانه زدن تو جهت‌هایی که ظاهراً دشمن در اونا چندین سر داره تلف کنین. فقط یک سر و رهبر رو که مهمه پیدا کنین. فردی با عزم راسخ، باهوش و مهمتر از همه پرجذبه. تا جایی که براتون اهمیت داره اونو با نیرنگ از صحنه دور کنین. چون با عدم حضور اون قدرت‌هاش هم بی اثر میشن. اگه کمانی رو میکشین سعی کنین قوی ترین کمان باشه. اگه از تیری استفاده میکنین سعی کنین بزرگترین تیر باشه. برای شلیک به سوار نخست به اسب شلیک کنین. برای گیر انداختن دسته راهزنان اول رهبرشون رو دستگیر کنین. درست مثل اهمیت مرزهای یک کشور، کشتن این افرادم محدودیت‌های خودشو داره. قانون 43. روی قلب و ذهن افراد کار کنید. این قانون به معنی متقاعدسازی افرادیه که خواسته شما خواسته اوناست. برای به دست آوردن این قدرت به ترس‌های روانشناسی افراد، احساسات و اینکه خودشونو چطوری درک میکنن کار کنین. اونا رو به راه خودتون بکشونید. تو بازی قدرت به محاصره افرادی در میاین که کاملا هیچ دلیلی برای کمک کردن به شما ندارن.
مگه اینکه این کمک به سود اونا هم باشه. و اگه هیچ منفعتی براشون نداشته باشه، احتمالاً اونا رو دشمن خودتون میکنین. چون شما رو فقط یک رقیب و تلف کننده وقتشون میبینن. افرادی که به این بی‌احساسی متداول غلبه میکنن همونایین که کلید گشایش قلب و فکر غریبه ها رو پیدا میکنن. اونا رو به سوی خودشون میکشونن و در صورت لزوم اونا رو نرم میکنن. قانون 44 با اثر آینه‌ای دیگران را خلع سلاح و عصبانی کنید. با استفاده از اثر آینه راهبردتون رو مخفی نگه دارین. همچنین این کار روشی برای نشون دادن افراد به خودشونه و احتمالاً به اونا کمک میکنه تا پی به مسائلی ببرن که به روش دیگه امکان پذیر نبود. این قانون میتونه برای فریب مردم هم به کار بره. این توهمو در اونا به وجود میاره که شما ارزش‌ها و رفتارهای مشابهی با هم دارید. زمان سرپیچی از قانون. وقتی که تصمیم به استفاده از این قانون گرفتین، مجبورین دائما برای اجرای اون خودتون رو تغییر بدین. ناهماهنگی تو رفتارها و اعتقاداتتون ممکنه شک و بدبینی و افزایش بده. یا اینکه موجب میشه دیگران شما رو به عنوان فردی بی‌ثبات بشناسن. هر دو عامل قدرت رو دور میکنن. انعکاس ساده برخورد دیگران فرصت لازمو برای گسترش راهبرد شخصی در اختیارتون قرار میده. همه افراد خودشونو با سپر خودشیفتگی میپوشونن. وقتی تلاش میکنین که خود درونیتون رو به اونا تحمیل کنین، دیواری بالا میاد و مقاومت افزایش پیدا میکنه. با انعکاس آینه‌ای اونا رو وارد نوعی خودشیفتگی وجدآور میکنین. اونا روح مضاعفی پیدا کردن و به اونا خیره میشن. این روح مضاعف در حقیقت به سود شماست. بار اولی که از انعکاس آینه‌ای برای فریب افراد استفاده کردین، قدرتتون بیشتر از اونا میشه. با مضاعف سازی سلیقه‌ها و ایدئال‌های مورد نظر، این آینه توجه شما رو به روانشناسی اون فرد نشون میده. توجه کردن از هر تعقیب پرتکاپویی جذاب‌تره. تفاوت فرد مورد نظر رو نسبت به دیگران پیدا کنین. آینه رو برای انعکاس اون تفاوت تنظیم کنین و تفاوت رو از اون بیرون بکشین. با انعکاس ایدئال‌هاشون رویاهای قدرت و جلال اونا رو پرورش بدین. و این وقتیه که از پای در میان. قانون 45 نیاز به تغییر را تبلیغ کنید، اما هرگز به یک باره اصلاحات زیادی انجام ندهید. ما ذاتاً بنده عادتیم. معرفی روش‌های بسیار جدید موجب شورش مردم میشه. برای کسب قدرت به نحوی عمل کنین که انگار به روش قدیمی احترام میذارین. زمان سرپیچی از قانون. تو شرایطی که انجام اصلاحات بهتر از حفظ روش قدیمی احساس میشه. کسی که دست به اصلاحات جدی میزنه اغلب قربانی هر گونه نارضایتی میشه و در نهایت واکنش به تغییراتش ممکنه اونو از پا در بیاره. چون حتی زمانی که تغییرات خوبم هست، انسانها رو آشفته میکنه. به دلیل اینکه دنیا همیشه از ناامنی و تهدید لبریز بوده و هست، ما با موضوعات آشنا ارتباط برقرار میکنیم و عادتها و مراسمی رو به وجود میاریم که دنیا رو به مکانی راحت‌تر تبدیل کنه. اگه اصلاحات ضروریه، واکنش علیه اونو پیش بینی کنین و روش‌هایی برای تغییر شکل اون و شیرین کردن تلخی ناشی از اون پیدا کنین. راهبرد دیگه برای پنهون کردن تغییر، نمایشی پر سر و صدا و آشکار در دفاع از ارزش‌های گذشته است. شبیه یکی از متعصبان روش‌های قدیمی به نظر بیاین. اون وقت افراد معدودی پی به واقعیت غیر سنتی شما میبرن. قانون 46 هرگز بسیار کامل ظاهر نشوید. وقتی که با اشتباهات بسیار کمی ظاهر میشین، ناامنی و زیاد میکنین. نحوه پیروی از قانون. از صحبت در مورد دستاوردها و بلند پروازی هاتون پرهیز کنین. همیشه راجع به بدبختی ها یا ضعفاتون بحث کنین. البته ضعف ها و مصیبت هایی که واقعی نیستن. زمان سرپیچی از قانون.
تو شرایطی که قدرتتون تو حالی از ابهامه. به رخ کشیدن دستاوردها و بلند پروازی‌ها حسادت دیگران رو بیشتر میکنه و موجب ناراحتیشون میشه، در حالی که شما تو تختتون آسوده استراحت میکنین. هرگز اینقدر کوته فکر نباشین که با بالیدن به توانمندی‌های برتر خود تحسین دیگران رو برانگیزین. با مطلع کردن دیگران از وضعیت حقیرشون فقط تحسین همراه با ناراحتی یا حس حسادت رو تحریک میکنین که اونا رو مانند خوره میخوره. بنابراین تا جایی که فکرشو نمیکنین اونا زیر پای شما رو خالی میکنن. بشر زمان سختی و با احساس حقارت میگذرونه. ما اغلب تو برخورد با مهارت، استعداد یا قدرت برتر آشفته و بیماریم. چون اکثر ما حس کاذبی نسبت به خودمون داریم و با دیدن افرادی که برتر از ما متوجه میشیم که معمولیم یا لااقل به اندازه‌ای که فکر میکنیم با استعداد نیستیم. این آشفتگی تو تصویر شخصیمون بدون برانگیختن احساسات زشت نمیتونه دوام داشته باشه. از اونجایی که تو مرحله اول دوری از حس حسادت بسیار ساده تر از حذف اونه، وقتی این حس ایجاد شد باید جوری برنامه‌ریزی کنین که پیش از رشد کردنش بر اون پیشی بگیرین. معمولاً رفتارها یا بی اطلاعیتون حسادت رو به وجود میاره. با اطلاع از اعمال و خصوصیاتی که حسادت رو به وجود میاره میتونین از شر این دندون خراب خلاص بشین پیش از اون که ذره ذره شما رو تا پای مرگ ببره. پیشرفت ناگهانی تو سرنوشت خطری بزرگ توی محدوده قدرته. یه ترقی دور از انتظار. پیروزی یا موفقیتی که در ظاهر معلوم نیست از کجاست. به یقین این موضوع حسادت و میان دوستان سابقتون به وجود میاره. از بعضی از نقاب‌های حسادت دوری کنین. ستایش بیش از حد نشونه قطعی حسادت از سوی شخص ستایش کننده است. این افراد یا شما را برای سقوط به اوج میبرن به شکلی که برآورده نکردن انتظاراتشون ناممکنه، یا اینکه شمشیرشون رو پشت شما تیز میکنن. به همین ترتیب کسانی که تو انتقاد از شما زیاده روی میکنن یا تو جمع به شما افترا میزنن تا همین حد به شما حسادت میکنن. رفتارشون رو به عنوان حسادت نهانی تشخیص بدین و خودتون رو از دام لجنمال کردن متقابل یا به دل گرفتن انتقادهاشون دور نگه دارین. با نادیده گرفتن حضور ناچیزشون انتقامی فاتحانه بگیرین. هرگز بیش از حد مطمئن یا متکبر نباشین. تدبیر و برنامه داشته باشین. وقتی که به خواستتون رسیدین دیگه ادامه ندین. هیچ چیز سرمست کننده تر از پیروزی و خطرناک تر از اون نیست. موفقیت ترفندای عجیبی تو ذهن میپرورونه. باعث میشه که احساس شکست ناپذیری داشته باشین. از طرفی این ترفندا وقتی دیگران قدرت شما رو به چالش میکشن شما رو بسیار متخاصم و احساساتی هم میکنه. توان سازگاریتون با شرایط رو کم میکنه. به این باور میرسین که موفقیتتون بیشتر به دلیل شخصیتتونه تا تدبیر و برنامه ریزیتون. اساس این روش کنترل کردن چیزیه که قرار اتفاق بیفته و صعود از پیروزی میتونه توانتون رو برای اون اتفاق به هم بریزه که به دو روش این کار انجام میشه. اول اینکه موفقیت خودتون رو مدیون الگویی هستین که تلاش میکنین به موقع اونو تکرار کنین. پس سعی میکنین که تو مسیر مشابه بدون توقف و بدون مشاهده این که آیا این هنوز بهترین مسیر موفقیت برای شماست یا خیر به حرکت ادامه بدین. دوم اینکه موفقیت معمولاً وارد مغزتون میشه و شما رو احساساتی میکنه. با احساس شکست ناپذیری حرکت‌های تهاجمی انجام میدین که در نهایت پیروزی به دست اومده رو بی اثر میکنه. بدشانسی به انسان درسای ارزشمندی از تحمل، زمانبندی و نیاز به آمادگی برای شرایط بدتر از اونو میآموزه.
ولی خوششانسی شما رو با درسی مخالف اون اغفال میکنه و باعث میشه که فکر کنین استعدادتون شما رو پیش میبره. تقدیرتون به یقین تغییر میکنه و وقتی چون این اتفاقی بیفته آمادگی زیادی نخواهین داشت. به گفته ماکیاولی، یا یک انسانو نابود کنین یا اونو به طور کل کنار بذارین. گوشمالی نصف نیمه یا جراحت نرم تنها یک دشمن به وجود میاره که با گذر زمان زهرش بیشتر شده و روزی انتقام میگیره. اگه به دشمن ضربه میزنین، پس پیروزیتون رو تکمیل کنین. اونو تا اندازه نیستی بکوبین. قانون 48: هیچ قالب یا شکلی به خود نگیرید. با داشتن یک شکل یا طرحی مشخص خودتون رو در برابر حمله قرار میدین. انعطاف پذیر باشین، بدونین که هیچ چیز قطعی نیست. افرادی که با سیستم و روش‌های انعطاف ناپذیر انجام امور به بار خودشون اضافه میکنن، توانایی حرکت سریع و ندارن یا نمیتونن تغییر و احساس یا با اون منطبق بشن. تند رفتن و سازگاری و یاد بگیرین وگرنه بلعیده میشین. بهترین راه برای دوری از این سرنوشت مبهم و بیشکل موندنه. هیچ شکارچی زنده‌ای نمیتونه به چیزی که نمیبینه حمله کنه. هرگز فراموش نکنین که بیشکلی یک موقعیت استراتژیکه. به شما فرصت خلق روش‌های غافلگیر کننده میده، در حالی که دشمنانتون تقلا میکنن تا گام بعدی شما رو حدس بزنن. راهبرد خودتون رو به اونا نشون میدین و اونا رو تو وضعیت ناخوشایندی قرار میدین. این کار به شما ابتکار عمل میده و دشمنانتون رو تو موقعیتی قرار میده که همیشه به جای عمل عکس‌العمل نشون میدن و حس جاسوسی و ذکاوت اونا رو بی اثر میکنه. یادتون باشه، بیشکلی یک ابزاره. وقتی با بیشکلی بازی میکنین تا آخرین مرحله پیش برین و راهبرد بلند مدت خودتون رو تو ذهن نگه دارین. وقتی که شکلی به خود میگیرین و حمله میکنین، از تمرکز، سرعت و قدرت استفاده کنین. همونطور که مائو میگه، وقتی که با شما وارد جنگ میشیم، مطمئنیم که نمیتونید فرار کنید. نتیجه گیری: استفاده از 48 قانون قدرت امری مهمه. با علم به اینکه این قوانین در بطن و ذات جامعه و روانشناسی ما قرار دارن. چه شما از این روش ها استفاده کنین چه نه، همیشه شخص دیگه‌ای هست که از اونا استفاده کنه. لطفاً از این قوانین به عنوان دستاویزی برای فریب افراد تو زندگیتون یا پروروندن تصور ما و اونها تو ذهنتون استفاده نکنین. به شکل محدودی از اونا استفاده کنین. خیلی از داستانهای تاریخی نکته رو روشن میکنن و گوش سپردن به نمونه‌های جدیدتر میتونه بهتر باشه. به خاطر بسپرین که صرفاً یک داستان یا روش ذکر نمونه از یک نتیجه‌ای خاص اونو ارزشمندتر از داستان یا روش دیگه نمیکنه. 48 قانون قدرت میتونست به سادگی یک برداشت تاریخی باشه. اینکه چطوری قدرت تو جامعه ما شکل گرفته و حفظ شده. در نهایت، استفاده از اطلاعات 48 قانون قدرت بستگی به شما و توانایی سازگاریتون با اونو داره.